میدونین که یکی از علایق ما پتینه کارا کهنه‌کاریه. یعنی اگه برج خلیفه رو تحویل یه پتینه کار بدی، هیچ بعید نیست که آخر کار بهتون تخت جمشید تحویل بده. حالا در ادامه یکی از تکنیکای کهنه‌کاری رو بهتون یاد میدم که بریم واسه خودتون حال کنین. خب قبل از هر چیز رنگ روغنی سفید رو با 20% تینر روغنی رقیق میکنیم. به این صورت میزنیمش رو کار. قبل از اینکه خشک بشه با یه دستمال پاکش میکنیم. پودر بچه یا پودر خاکستر میریزیم روش و در نهایت پودر رو با یه قلموی نرم از رو سطح پاک میکنیم. برای آموزش‌های بیشتر ما رو فالو کنید.